خب آب میوه ها رسید. یاسی جون 3 تا آرزو تو میشه بگی؟ اولیش سایه پدر مادر مشغول سرم باشه، دومیش این که تو عرصه سینما که دارم فعالیت میکنم یک بازیگر مردمی بشه و کلی طرفدار پیدا کنم، یه سوپرستار بشم و سومین آرزو اینه که یه موزه پرو داشته باشم. خب حالا اگه من یه بشکم بزنم از فرشته مهربون به یاد بچگیات بخوام یه برات پر از شما بعیده، من مطمئنم که بعیده نیست. خانوما چی میگین شما؟ من فکر کنم گوشی باشه. چیزی بگید ای فرشته مهربون عجی لا ترج، یه نگاه کنین بی زحمت، یه نگاه کنین ببینین فرشته مهربون یک پرو نیاورده. عزیزم مبارکت باشه خوشگل مادر. بگیریم منم مبارکت باشه. مرسی از گروه تدارکات. مرسی خانم خیلی محبت ببینید عکس رو